همه پایبند اینترنت شده است ولی میبینیم از روی همون بعضی همی بگیم پرسموتروی که میگن ببینید هر یک چیزی که بیهودای فحشای میلیون پرسموتر دارد ولی وقتی میبینید یک چیزی که از پند نصیحت یک چیزی خیره ببینید چقدر برادرای عزیز معلوم است که یک امر به معروفی که در اینترنت پرداخته می شود و یا ما خاطرمان از مردم غیر مسلمان جمع او پروای امر معروف ندارد آن عددی که مثال امر به معروف گوش کردگی او یقینا مسلمان ها ولی خیلی عدد چون کمه ندارن خیلی عدد کمه بله این هم برادر دلالت بر چی میکند؟ بر این میکند که دیگر ما خواهش حتی گوش کردن نداریم